انسانها زمان هجرت آدمیت خود را تمام می کنند که با عزت و فلاح برخوردار باشند. این سرفرازی چی وقت برملا می گردد و انسانها وظیفه خیر البشر را به جا می آورند. و نظر به امر خدا دستگیری نیازمندان را سرمشق زندگی خیش ساخته و از جمله اعمال صالحه تکیه‌گر بوده تا از سوی خداوند بزرگ ترحمش را بر ما جاری سازد و از سوی دیگر از نعمت ثواب جاریه برخوردار باشیم. هنگامی که لقمه های چرب را می بلعیم، اندکی به یاد این عزیزان محروم از داشته هایی که رفع ضرورت را چشم در راه یاری نماییم. و هنگامی که شب می خوابیم، لحظه خود را در نگاه صله رحم بر جای پا برهنگان و بی‌زخفان حس نماییم. سردی در راه است. تن لرزان شکم گرسنگان و پای برهنگان که سقفشان آسمان و فرششان زمین است مدد می طلبند. اینجا آدمیت اول بر خدا، دوم برای رضای خدا منتظر کارکردهای من و توست. من و تو که امروز اندکی می توانیم دست نیازمندان را گرفته، حداقل به نوبت خود رفع احتیاجاتشان را فراهم نماییم. اگر می خواهید نزد وجدان خیش مسئول نباشیم، بگیریم دستانی را که خداوند بزرگ آدرس ماها را برایشان لطف نموده است. بنیاد خیریه باران رحمت، آورنده لبخند در لبان مستمندان.